خب، با سلام خدمت دوستان. میریم برای جلسه سوم. ما حقیقت هم میخواستیم یکم در مورد انواع لینوکس صحبت بکنیم، همونطور که راجبش قبلا هم صحبت کرده بودیم. از بحث مفاهیم و نمیدونم تاریخچه و اینها گذر کردیم و اونو سپردیم دست خودتون که خودتون برید دنبالش ببینید چیه و چی نیست. حالا بازم اگه سوالی بود به من بگید، من در خدمتتون هستم. الان ما میخوایم سریعتر با نسخه های لینوکسی و توضیح های لینوکسی آشنا بشیم، بعدم بریم دوتاشون نصب کنیم، شروع به کار کنیم، سریع با این سیستم عامل یاد بگیریم، کار بکنیم، بریم سر اصل قضیه که کار توی سیستم عامل لینوکس به صورت گرافیکی و کار با نرم افزارهای لینوکسیه. من میخوام سعی کنم به شما یاد بدم که حالا اول آشناتون بکنم با انواع سیستم عامل ها، انواع توضیح ها که حالا این ور داریم میبینیم. منتهای مراتب قبلش باید بهتون پوسته ها رو بگم و شما بدونید اصلا پوسته ها چیه و چه نقشی رو توی لینوکس ایفا میکنه. اصلا تو خود ویندوز هم همینه، پوسته نقش مهمی رو ایفا میکنه. خیلی خوب، ما میایم اول یه تعریف کوچیکی در مورد پوسته ها بکنیم، سریع ازش بگذریم، یه ذره با پوسته ها آشنا بشیم، ببینیم مثلا چی هست داستان. هر سیستم عاملی، حالا چه ویندوز باشه، چه لینوکس باشه، چه مکینتاش یا غیره، با یه پوسته ای با ما ارتباط برقرار میکنه. یعنی در حقیقت وقتی که ما میخوایم با یه سیستم عامل ارتباط برقرار بکنیم، با پوسته اون ارتباط برقرار میکنیم. همونطور که توی این تصویر هم میبینیم، سخت افزار این هم هسته سیستم عامل، حالا اگه ویندوز باشه ویندوز، اگر هم لینوکس باشه که لینوکس. بعدم خود سیستم عامل، بعدم ابزاری که ما باش کار میکنیم، یعنی کاربر با این ابزار، با این لایه خارجی کار میکنه. قبلا بهتون گفتم این شل که فارسیش میشه پوسته، در حقیقت در خود سیستم عامل ما اینو میبینیم و با این کار میکنیم. حالا یعنی چی؟ میریم جلوتر میفهمیم. ببینید پوسته ها کلا به دو دسته تقسیم میشن، یا مبتنی بر تکستن یا گرافیکی هن. خب بریم ببینیم یعنی چی. مبتنی بر تکست یعنی چی؟ یعنی اینکه شما میاید سیستم عاملتون رو بالا میارید، یه صفحه سیاهی میاد و شروع میکنید به تایپ کردن و کار کردن و این حرفا. خب قدیما اینجوری بوده دیگه، قدیما زیاد بحث گرافیکی کار مطرح نبوده. حالا اکثر کسایی که چه ویندوزی نبوده با داس کار میکردن، چه حالا این بر بچه با یونیکس و لینوکس کار میکردن، میومدن اینجوری با سیستم عامل کار میکردن. مثلا یکی از پوسته های برپای یه تکست اسمش بش بوده که اختصارات برون اگنشل هستش و ما داریم اینجا میبینیمش. وقتی شما میرید توی ویندوز، مثلا میخواید برید توی یه پوشه ای، فرقی هم نمیکنه چه پوشه ای، مثلا پوشه هوم خودتون، هر چیزی که دارید اونجا بهتون نشون میده دیگه. حالا ممکنه فیلم داشته باشید، ممکنه عکس داشته باشید، خیلی چیزا داشته باشید. اما خب توی محیط تکست اینجوری نیست. تو محیط تکست شما موستون زیاد عمل خاصی انجام نمیده، بیشتر با کیبورد کار میکنید و وقتی که میخواید محتویات پوشه رو ببینید، چیز گرافیکی ندارید ببینید. یعنی که فکر بکنید الان یه پوشه هست، تا کلیک میکنید روش باز میشه، این فیلم، این عکسه، بذار رو عکس. نه، اینجوری نیست واقعا. همونطور هم که تو این تصویر سمت راست دارید میبینید، به این شکله که طرف اومده توی پوشه ای که اینجا ما داریم، حالا اسمش رو میبینیم، پوشه اوور IDE باید باشه. اومده چی نوشته؟ نوشته ls، یعنی لیست بکن اون محتویات پوشه رو که من ببینم. با همون ls هم شما میتونید محتویات پوشه رو ببینید. حالا یه خط فاصله L هم گذاشته، همونطور که میبینید، یا داش L ما بهش میگیم، گذاشته
این آپشنیه که به این دستور میچسبه و شما میتونید محتویات پوشه رو ببینید به این شکل. این گوشه میبینید محتویات پوشه رو و اینایی که بنفش رنگ هستن خودشون پوشن. دیدید وقتی وارد پوشه خودتون میشید، مثلا یه پوشه دارید اسمش دانلوده تو پوشه خودتون یه پوشه دیگه گذاشتید داکیومنت، یه پوشه دیگه گذاشتید دسکتاپ. اینا رو خیلی قشنگ اینجا دارید میبینید. این آبیا پوشن. فایل‌ها رو هم که این شکلی نشون میده. مثلا یه فایل عکس دارید، یه فایل فیلم دارید، فایل‌ها رو به این شکل داره نشون میده. اینا هر کدومش بیانگر یه چیزیه. مثلا میگه تو چه تاریخی اومده، تو چه ساعتی اومده. بعد این دسترسی ها رو این ور تو این قسمت دسترسی ها رو نشون میده. مثلا دارم بهتون میگم اولی داره. اینا همه رو جلوتر میگیم چون نمیخوایم زیاد بر پای تکست کار بکنیم و بیشتر میخوایم بر پای گرافیک کار بکنیم. زیاد به این موضوعا نمیپردازیم. میگم بهتر از من خیلی آدما هستن، خیلی از اساتید دوستان هستن که اینا رو خیلی خوب توضیح دادن و میتونید برید از اونها استفاده بکنید. ولی ما مجبور میشیم یه جاهایی جلوتر البته یه ذره وارد این بحث تکست و این پوسته بشیم، یه توضیحاتی در موردش بدیم دیگه. خیلی نیاز بشه وارد میشیم و توضیح میدیم. الان اینجا داره مثلا دسترسی ها رو، مثلا که نه واقعا دسترسی ها رو نشون میده که داره میگه مثلا دسترسی ادمین چیه، دسترسی گروه چیه، دسترسی کسایی که نه ادمین هستن و نه گروه هستن چیه، میتونن بخونن، میتونن بنویسن، میتونن اجرا بکنن و این چیزا که میگم. حالا اینا رو خیلی مفصل راجبش صحبت میکنیم. در اینجا فقط من میخواستم بهتون بگم که پوسته بر پایه متن به چه شکله. هنوزم خیلی ها هستن که چه تو ویندوز چه تو لینوکس بر پایه متن کار میکنن. مخصوصا دوستانی که در بحث لینوکس هستن خیلی عشق متن و بر پایه متن کار میکنن. حالا ما میگیم عشق متن، منظورمون این نیست که دوست دارن متن کار بکنن، نه، اینجوری تشخیص دادن که گرافیکی نمیتونن کار بکنن و باید حتما به صورت خط فرمانی باشه و خط فرمانی جلو برن دیگه. ولی ما بیشتر بحث گرافیکی رو میخوایم کار بکنیم، بحث کامپیوترهای خونگی رو میخوایم در موردش صحبت بکنیم که توی اینترنت واقعا کم بهش پرداخته شده. خب بریم سراغ پوسته های گرافیکی. از پوسته های متنی میایم بیرون. البته پوسته های متنی ما فقط یه بخش رو بهتون معرفی کردیم. پوسته های متنی زیادی داریم ولی بهش نمیپردازیم چون اصلا بیس کار ما کار گرافیکیه و آشنا شدن با گرافیک لینوکس هست. اما حالا دوستانی هستن علاقه‌مند بر این، مبنی بر این که بیان آقا یه توضیح هم در مورد پوست‌های متنی به ما بده، اونو به ما یاد بده به چه شکله. چشم، شما درخواست کنید، ما در خدمت شما هستیم، براتون میسازیم. ولی وارد اون فعلا نمیشم. پوسته‌های گرافیکی رو الان وقتشه که بهتون معرفی بکنیم. ما بعد اینکه پوست‌ها رو معرفی کردیم میریم با انواع نسخه های لینوکس آشنا میشیم. اوکی، اول باید با اینا آشنا بشیم. اینا خیلی مهمه. اصلا این جلسه بسیار مهمیه، از اون جلسات ابتدایی خیلی مهمه. اولین پوسته‌ای که میخوایم باهاش آشنا بشیم تو لینوکس پوسته گنوم نام داره. خیلی معروفه، کار کردم باهاش. من این پوسته رو خیلی دوست دارم و حالا روی یکی از لپتاپام این پوسته نصب و اکثرا با همین پوسته کار میکنم. یه حالت اندرویدی به هم دست میده وقتی دارم باش کار میکنم و واقعا لذت میبرم. پوسته ایه که برای تاچ اسکرین خیلی باحاله، خیلی بامزه است. برای اون صفحه تاچ لپتاپ خیلی کاربردش خوبه، خیلی خیلی خوبه و واقعا لذت میبرید وقتی این پوسته نصبه. حالا بیایم اول یه مقدار ویژگی‌هاشو بهتون بگم، بعد بهتون بگم که وقتی که رو لپتاپ نصب میکنید چه فازی داره. حالا میگم بعدن که ما اینا رو تموم کردیم و یکی از این نسخه ها رو نصب کردیم که این پوسته روش بود، بیشتر بهتون توضیح میدم که این پوسته چه توانایی هایی داره.
خب رابط کاربری مدرن، مینیمال، کارپسند، با طراحی تمیز، تمرکز و سادگی، بهره‌وری با استفاده از نمای کلی اوورویو برای مدیریت پنجره ها. مصرف منابعش سنگینه، یعنی پوسته سنگینیه. بچه‌هایی که لپتاپ یا کامپیوتر ضعیفی دارن، ضعیف من منظورم رم کمتر از 4 گیگه، اصلا کمتر از 6 گیگ، نگیم 4 گیگ. دوستانی که کامپیوتراشون، لپتاپاشون رم کمتر از 6 گیگ داره، به هیچ عنوان از این استفاده نکنن، از این پوسته، به خاطر اینکه لگ میندازه، اذیتشون میکنه. درسته که اینجا ما حالا داریم نیاز به 4 گیگ رم برای عمل کرده روان، آره واقعا هم میشه استفاده کرد با 4 گیگ، ولی 4 گیگ حداقل رمه که میتونید استفاده بکنید. بهتر 6 گیگ باشه. بیشتر برای کامپیوترها و لپتاپ‌هایی که یه مقدار جدیدن. قابلیت سفارشی سازی محدود نسبت به سایر پوسته ها، اما افزون‌های گنوم. ببینید سفارشی سازی یعنی چی؟ یعنی شما یه سیستم عامل نصب میکنید، بعد روش چی نیست، شما تشخیص میدید رو اون چی نصب بکنید. مثلا دوستی گیمره، میگه آقا من میخوام نرم افزارهای تولید گیم رو روی این نصب بکنم، نمیخوام چیز دیگه روش نصب باشه، سفارشی خودمه. یکی دیگه نه، کارش اینترنته، میگه آقا من تمام ابزارهایی که مربوط به اینترنت هست رو میخوام روش نصب بکنم. خب اون کارش اینترنت. پس سفارشی سازی یعنی این، ما پوسته هایی رو داریم که میتونیم توشون سفارشی سازی انجام بدیم. خام برای ما بالا میاد، ما براش نرم افزار نصب میکنیم. اما گنوم یکی از اون پوسته هاییه که وقتی شما نصبش میکنید خیلی چیزا توش هست. مثلا میبینید 4 تا نرم افزار گیم روش نصبه، آفیس روش نصبه، نرم افزار طراحی روش نصبه، نرم افزار محاسباتی روش نصبه، یه همچین چیزیه. حالا باید اگر خیلی هاشو نمیخواید باید شروع کنید اول به پاک کردن. این قابلیت سفارشی سازی منظورش اینه. خب ویژگی ها: ادغام خوب با اپلیکیشن های گنوم مانند کلندر، فایل، پشتیبانی از ویلن و تمرکز بر تجربه کاربری یک پارچه. خب اینا ویژگی هاشه. فقط همه چیزش مشخصه. پشتیبانی از ویلند هم میسپرم به خودتون که برید سرچ بکنید یا حالا از هوش مصنوعی بپرسید که منظورش چیه از پشتیبانی از ویلند. موارد استفاده مناسب کاربرانی که به دنبال رابط مدرن و ساده با حداقل نیاز به تنظیمات دستی هستن. خب من اینو به دوستانی که از ویندوز میخوان بیان لینوکس خیلی پیشنهاد میکنم. اونایی که دنبال این نیستن که از ویندوز و محیط ویندوزی بیان تو لینوکس و همچنان محیط ویندوزی، اونا نه، اونا براشون چیز دیگه ای رو من در نظر میگیرم. ولی اونایی که میخوان از ویندوز با محیط ویندوزی بیان توی محیط جدید تو لینوکس و محیط جدیدی رو تجربه بکنن، من گنوم رو بهشون پیشنهاد میکنم. و البته گفتم سیستم عاملیه که ما قراره از این سیستم عامل جلوتر استفاده بکنیم و باهاش کار بکنیم. میگم خیلی جالبه. شما مثلا تاچ پد لپتاپ رو در نظر بگیرید. توی ویندوز تاچ پد لپتاپ البته تو نسخه های جدیدش کاربرد زیاد داره، ویندوز اومده خیلی توسعهش داده، ولی قبلا اینجوری نبود. تاچ پدها معمولا یه دونه یک کلیک چپ داشتن، یک کلیک راست داشتن، باید فشار میدادید اینا کار بکنن. ولی تو لینوکس اینجوری نیست. مثلا انگشتتون رو یه دونه میزنید میشه کلیک چپ، 2 تا انگشتتون رو با هم میزنید میشه کلیک راست، دستتون از سمت چپ، 3 تا انگشتتون رو از سمت چپ تاچ پد میگیرید میکشید به سمت راست، میرید توی دسکتاپ دیگه. الان هم تو ویندوز شما میبینید که قبلا اینجوری نبوده، قبلا یه دسکتاپ بیشتر نداشتید، ولی الان شما بیاین تو لینوکس میبینید که چند تا دسکتاپ دارید. الان ویندوز حالا تو 10ش فکر میکنم 8ش هم بود و 11ش قابلیت چند دسکتاپ داره. مثلا شما روی دسکتاپ مثل اینجا
روی دسکتاپ شما 3 تا اپلیکیشن بالا آوردید، میبینید شلوغه، میرید روی این یکی دسکتاپی که اینجاست خلوت کارتون میکنید، اونا بازمون و هر وقت نیاز بود برمیگردید. اوکی. تو ویندوز داریم همچین چیزی، ولی من خودم دیدم کمتر استفاده میشه همچین قابلیتی تو ویندوز، ولی تو لینوکس و در پوسته گنو خیلی مهمه. به شدت این چند دسکتاپ استفاده میشه و حالا بریم جلوتر خواهیم دید که ما چقدر از این فناوری چند دسکتاپ استفاده میکنیم. بعضی وقتا من خودم 10 تا 12 تا دسکتاپ باز میکنم کار انجام میدم. مزایا پایدار، بروز، مناسب برای لمسی که میبینیم دیگه، تاچ فرندلی هستش. دوستانی که لپتاپ های لمسی دارن وقتی با این سیستم با این پوسته کار میکنن واقعا لذت میبرن. واقعا معایبش هم که گفتیم دیگه، مصرف منابع بالاه و پیشنهاد نمیشه که دوستانی که سیستمشون ضعیفه بیان از این پوسته استفاده بکنن. حالا ممکنه براتون سوال پیش بیاد، آقا ما میخوایم سریعتر این پوسته رو ببینیم، بهشون میرسیم، اینکه این پوسته ها چه کاربردی دارن رو بهتون میگم. فقط بدونید ما مثلا اگر 100 نسخه لینوکس داشته باشیم، 100 تا توضیح داشته باشیم با نام های مختلف، اونا میان هر کدوم که هر شرکتی بنا به صلاح دید میاد پوسته مربوطه رو نصب میکنه. مثلا فدورا یه نوع نسخه لینوکسیه که پای رد هته، در موردم حالا براتون توضیح میدم، که پای رد هته و میاد از گنوم استفاده میکنه. میگه آقا بیس من اینه، حالا اگه خودت پوسته های دیگه ای دوست داری برو خودت نصب بکن، من اینو گذاشتم. یا MX لینوکس که یه توضیح دیگه است، یه پوسته گذاشته به نام XFC که جلوتر بهش میپردازیم. میگه آقا جون من این XFC رو دلم خواسته گذاشتم، حالا تو از چیز دیگه خوشت میاد برو خودت نصب بکن. اوکی. اینا یه جورایی سلیقه‌ایه که اون شرکتی که اومده و اون پوسته رو درست کرده، اون سیستم عامل رو درست کرده، چه پوسته رو روی اون سیستم عامل بذاره. یکی دیگه از پوسته های بسیار مهم در لینوکس KDE پلاسما که من خوشم نمیاد ولی خیلی پوسته مهمیه و خیلی طرفدار داره. همونطوری هم که تو تصویر دارید میبینید شبیه ویندوز هست پوستش، بسیار مدرنه، یه برق خاصی داره اصلا وقتی دارید باش کار میکنید، انعطاف پذیره و مصرف منابعش هم از گنوم کمتره. خب اونایی که یک مقدار سخت افزار ضعیفتری دارن میتونن از همین KDE پلاسما استفاده بکنن. البته پوسته های دیگه داریم برای دوستانی که سخت افزارهای خیلی ضعیف دارن. خب سفارشی سازی داره، مثل گنوم نیستش که نصبش بکنی 60 تا نرم افزار روش نصب باشه، نه، سفارشی سازی داره. شما میتونی هر چیزی رو که خواستی اون تو به اون شکلی که دلت میخواد در بیاری. ممکنه تو گنوم اینطوری نباشه ولی تو KDE پلاسما به این شکله و شما میتونید این سفارشی سازی رو خوب توش تجربه کنید. ابزار متنوعی توش داره، پشتیبانی میکنه از ویلند و ویجت های متنوع داریم برای دسکتاپ. حالا این ویجت ها چی ان جلوتر میریم میپردازیم، یعنی سعی میکنیم یه لینوکس رو کار بکنیم که روش پوسته KDE پلاسما نصب باشه تا بتونیم بریم ویجت هاشو بررسی بکنیم. اینا هم نرم افزارن، میگه ابزارهای متعدد، مثلا کیدن لایو که من خودم باش کار میکنم، یه چیزی مثل چی بهتون بگم، مثل آدو پرمیره یا مثل کمتاسی استودیو، کار ویرایش فیلم انجام میده و خب خداییش هم قویه. مناسب کاربران حرفه‌ای که به سفارشی سازی و ابزارهای پیشرفته نیاز دارن، یعنی اونایی که تازه وارد لینوکس میشن بهشون پیشنهاد نمیشه، هم گنوم پیشنهاد میشه. حالا میریم جلو بهتون میگم. دوستانی که تازه وارد بحث لینوکس میشن اولین پوسته که بهشون پیشنهاد میشه گنومه.
اما بازم هست بهتون میگم. خب مزایا انعطاف پذیر، معایب ممکنه برای کاربران تازه کار پیچیده باشد. XFCE حالا در مورد این میخوام یه مقدار بهتون توضیح بدم، چون این سیستم، این پوست بسیار مهمیه و حتما هم باهاش کار میکنیم که باهاش آشنا بشید به چه شکل هستش. انشالله تو جلسه بعدی در مورد پوسته XFCE صحبت میکنیم. یه 3-4 تا دیگه هم پوسته هم بررسی میکنیم و بحث پوسته ها رو میبندیم. میریم سراغ معرفی سیستم عامل.